و به قسمت دیگه از برنامه آنسافت خوش اومدین. قبل همه چی بگم که نه، موهای واقعیم این نیست، یه کلاگیسه. چرا؟ به خاطر اینکه موهای واقعیمون زیر این شکلیه، واسه همین دیگه کلاگیس گذاشتم، حوصله نداشتم موهامو درست کنم. خب بریم سر ویدیو. تا فکر کردین که اگه که کل اقیانوسا رو آبشون رو خالی کنیم چه چیزایی قراره که اون زیر کشف کنیم؟ اینکه رازهای توی اقیانوسا که بیشتر سطح کره زمین ما رو فرا گرفته چیه؟ خب با توجه به اینکه فقط 5% این رازها رو تا الان کشف کردیم، خیلی چیزا میتونیم توی کف آب پیدا کنیم که شاید حتی نخواهیم پیدا کنیم. اما یه چیزی که قرنها و قرنها سواله برای همه که زیر آب ممکنه نهفته باشه، قاره غرق شده آتلانتیسه. اینو میدونیم که با پیشرفت تکنولوژی دانشمندا طی سالها تونستن خیلی ساخته های مختلفی رو زیر اقیانوس ها پیدا بکنن. اما آیا هیچ کدوم از این ساخته ها متعلق به آتلانتیسه یا اینکه آتلانتیس فقط یه افسانه است؟ خب اگه که جواب دوست دارین پیدا کنین، مثل همیشه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب همونطور که گفتم امروز طبق درخواست خیلی زیادتون که فکر کنم از اپیزود اول این درخواست بوده، میخوایم راجع به آتلانتیس حرف بزنیم و تئوریایی که پشت آتلانتیس هست. حالا اصلا داستان آتلانتیس از کجا شروع شده؟ موضوع برمیگرده به 427 سال قبل از میلاد مسیح، وقتی که پلیتو یا افلاطون متولد میشه. اگه نمیدونین افلاطون کیه، که بعید میدونم حتما اسمشو شنیدین، یکی از بزرگترین فیلسوفای دنیا بوده. افلاطون یه فیلسوف یونانی بوده در آتن در عصر کلاسیک یونان و انقدر فیلسوف شاخصی بوده که خیلی حتی میگن که اصلا فلسفه از زمان افلاطون تازه شروع شد و شکل گرفت. واسه همین میتونین تصور کنین که چرا الان قرنها و قرنهاست که گذشته، اما مردم روی حرف افلاطون هنوز که هنوزه راجع به آتلانتیس دارن سعی میکنن که اطلاعات بیشتری جمع کنن. اما اصلا افلاطون راجع به آتلانتیس چی گفته بوده؟ خب چیزی که گفته بوده این بوده که آتلانتیس یه جزیره‌ای بوده توی اقیانوس آتلانتیک که میگن که این جزیره یه کادو بوده از طرف خدایان به پوسایدن، خدای یونانی آب. و پوسایدن توی آتلانتیس عاشق شاهزاده‌ای میشه به اسم اطلس. اطلس، آتلانتیک، آتلانتیس، خودتون میفهمین دیگه. افلاطون راجع به آتلانتیس اینو میگفته که یه شهر خیلی پیشرفته بوده و انسان‌ها توش انسان بودن، اما خب انسان‌های خیلی پیشرفته‌ای بودن و اینکه خیلی شهر غنی بوده، خیلی پولدار بودن، خیلی تکنولوژی توش خیلی بالا بوده و یه جایی بوده که بهش میگفتن بهشت، بهش میگفتن یوتوپیا. اینقدر که از همه نظر این شهر عالی، پیشرفته و غنی بوده. اما افلاطون میگه که بعد یه مدت مردم این شهر شروع میکنن به دل شدن، به زیاده خواهی کردن، به پس فطرت شدن و شهر انگار که نفرین میشه. خدایان که میبینن که مردم دارن رنگ عوض میکنن و کثیف میشن و با اینکه جزیره‌ای که داشتن بی‌نقص بوده و زندگیشون عالی بوده، باز میخواستن وارد جنگ بشن و شهرهای دیگر رو بگیرن و خدایان تصمیم میگیرن که این آدما رو تنبیه بکنن و بعد زلزله میاد، سیل میاد و اتفاقاتی میفته که این جزیره زیر آب فرو میره. این گفته افلاطونه. حالا شاید با خودتون بگین که این که رسما شبیه یه داستانه، برای چی باید کسی اصلا این موضوع رو جدی بگیره؟ خب اون موقع میگن که به شکل ایهام و به شکل داستان یه سری چیزا رو تعریف میکردن و کلا تو طول تاریخ. اینا بهتون بگم که این موضوع میشه مال یه آنسافد دیگه. اما این که میگفتن خدایان از آسمون میان، خدایان میومدن و به ما یاد میدادن چیکار بکنیم، یه اشاره‌ای که میشه اینجا کرد که یه تئوری کانسپیرسیه، اینه که این خدایان در واقع آدم فضایی بودن، با تکنولوژی، با نور و توانایی از آسمون می اومدن، کارهای عجیب غریب میکردن. الان اگه تکنولوژی امروز رو به یکی 2000 سال پیش نشون بدی، فکر میکنه تو خدایی. حالا بهش فکر کنید، امروزه داره ثابت میشه که آدم فضایی وجود دارن و آدم فضایی اگه اون موقع به روی زمین اومده باشن تا یه سری تکنولوژی به مردم بدن، مردم فکر میکردن که چیه و حتی شواهدش توی نقاشی های قدیمی هم هست. اما دارم از بحث خارج میشم، راجع به اون توی دونه اپیزود دیگه حرف میزنیم که خدایان
نکنه آدم فضاییان. اما خب بازم همونطور که میتونین پیش بینی بکنین خیلی‌ها میگفتن که این داستانه و جدی نمیگرفتن. اولین باری که خیلی جدی گرفته شد این داستان و از حالت داستان و افسانه به حالت علمی اومد توی سال چی بود اگه گفتی 1882 توی یه کتابی بود که توسط یه سیاستمدار و یه دانشمندی به اسم ایگنیشس دانلی نوشته شده بود. توی این کتاب دانلی اومده تفسیر کرده که با توجه به دستاوردهای دنیای کهن، یعنی پیشرفتی که آدمای اون زمان داشتن، کارهایی که تونستن انجام بدن، مثلا زبانهایی که بینشون بوده، فلزگری یعنی اینکه با فلز چیزهای مختلفو درست میکردن، علم این که چجوری با فلز این همه چیزو بتونن درست بکنن، و یا توانایی‌هاشون توی کشاورزی، اینا رو چجوری به دست آورده بودن. یعنی در واقع توضیح میده که زیادی پیشرفته بوده این توانایی‌هاشون با توجه به تمدنی که داشتن، با توجه به زمان، با توجه به سواد و با توجه به همه چیز که داشتن. میگفته که انگار یه تمدن پیشرفته تر اینا رو باید بهشون یاد داده بوده باشه، مگر نه پیشرفتشون اصلا عادی نبوده. دانلی هم دقیقاً همون جایی که افلاطون گفته بوده که آتلانتیس هست میگه که هست، اما دانلی میگفته که آتلانتیس در واقع قاره بوده که این قاره توی اقیانوس آتلانتیک بیرون پیلرز آف هرکولیس میگن وجود داره و میگفته که طی سالها به خاطر جزر و مد بوده که این قاره کلاً میره زیر آب. این در واقع توضیح علمی بود کنار توضیح‌های علمی دیگه‌ای که وجود داره. اما خب یه سری توضیح‌های غیر علمی و عجیب غریب هم وجود داره که اون چیزیه که ما براش اینجا هستیم. پس بریم که راجع به اونا صحبت کنیم. خب یه سری تئوریای دینی هست که حتی افلاطون و دانلی هم راجع بهش صحبت کردن و یکیش اینه که همون بارون شدیدی که باعث سیل میشه و کل کره زمین رو میگیره که باعث درست شدن کشتی نوح میشه، همون چیزیه که دلیلیه که آتلانتیس غرق میشه. و اگه داستان نوح شنیده باشین میدونین که دقیقاً چون که مردم زیاد شروع میکنن گناه کردن، مثل اینکه این بارونه میاد و همه غرق میشن این داستانا. واسه این یه تئوریه. تئوری دیگه اینه که میگن که بهشتی که میگن یوتوپیا، بهشت همون آتلانتیس بوده و بعد اینکه آدما هوا گناه میکنن، یعنی در واقع هوا گناه میکنه، خدا برای اینکه تنبیهشون بکنه یه کاری میکنه که اون قاره کلا بره زیر آب. اما خب اینا یه تئوریایی که باید خیلی دیندار باشی که قبول کنی و با عقل جو در بیاد. میریم سر تئوری بعدی که یه تئوری نسبتا معروفه و اون تئوری اینه که مثلث برمودا آتلانتیس رو قورت داده. مثلث برمودا رو همه میشناسید و توی یه قسمت آنسالف من کلا راجع به مثلث برمودا صحبت میکنم، پس اگه اونو ندیدین حتما بریم ببینین. اما حالا یه توضیح کوتاه میدم. مثلث برمودا یه جایی توی اقیانوس که خیلی چیزا اون تو گم و نیست و نابود میشن، خیلی کشتی‌ها، خیلی هواپیماها و خیلی چیزای دیگه و اصلا اتفاقای عجیب توی این مثلث زیاد میفته. و یه تئوری هست که میگه که آتلانتیس روی مثلث برمودا قرار داشته و مثلث برمودا باعث نیست و نابود شدن این شهر، جزیره، قاره، کی میدونه چی بوده، اما باعثش میشه. خیلی از دانشمندا و کسایی که راجع به آتلانتیس حرف زدن این تئوری رو در نظر گرفتن، اما یه کسی که خیلی راجعش صحبت کرده شخصی به اسم چارلز برلیتز بوده و اون میگفته که آتلانتیس دوباره یه قاره است و نزدیک باهاماز بوده و اونجا مثلث برمودا قورتش میده. اما خب مدرک چیه؟ چرا این حرفا میزنن؟ به خاطر اینکه کف مثلث برمودا که در اینو بهتون بگم که یه جای خیلی بزرگه، مثلث برمودا این مثلث کوچیک نیست، اما کف اقیانوس جایی که مثلث برمودا هست یه سری ساخته ها، یه سری ردها روی کف اقیانوس پیدا کردن که انگار که مال شهری بوده، انگار که با دست انسان ساخته شده و واسه همینه که این حرفا رو روی مثلث برمودا میزنن. اما خیلی از دانشمندا هم گفتن که اینا یه چیز طبیعیه که به خاطر که خود اقیانوس باعث شده که کفش ایجاد بشه. واسه همین کسی نمیدونه. اما خب اگه یه جا باشه که من فکر کنم که یه شهر خیلی پیشرفته عجیب توش گم شده باشه، واقعا اون مثلث برموداست. و تئوری دیگه‌ای که هست اینه که میگن که آتلانتیس در واقع قسمتی از آنتارکتیکا بوده. آنتارکتیکا یه قاره بالای کره زمین که خیلی خیلی سرده و میگن که این قاره خیلی بزرگتر بوده، دماش خیلی پایین‌تر بوده و سالها پیش به دلایل آب و هوایی و یه تیکه از این قاره جدا میشه و میگن اون آتلانتیس بوده که طی سالها میره زیر آب.
اما جالبی این تئوری چیه؟ جالبیش اینه که میگن دریچه به درون زمین، که یه تئوری کانسپیرسی جداست. که این تئوری چیه؟ که میگن که زمین توش خالیه، اما خالی نیست، توش یه تمدن دیگه وجود داره که از ما خیلی پیشرفته ترن و در واقع میتونن آدم فضایی باشن، میتونن چیزای دیگه باشن. باز میگم مال یه اون سافت دیگه، یه قسمت دیگه راجع بهش صحبت می‌کنیم. اما میگن که در ورودی به این زمین داخلی قطبه و میگن که آتلانتیس جایی بوده که خیلی پیشرفته بوده، زمین درونی جایی که پیشرفته است. میگن که آتلانتیس تو قطب بوده، قطب در زمین درونیه. میگن که به آدم فضایی ها ربط داره آتلانتیس و خدایانی که اومدن و به ما تکنولوژی دادن. دوباره این تئوری که به تئوری زمین درونی ربط داره. و جالبتر از اون اینو بهتون بگم که به مثلث برمودا هم ربط داره. باز میگم اگه اون قسمت آنسافت رو دیده باشین، راجع به مثلث برمودا هم تئوریایی هست که به آدم فضایی ها ربط پیدا میشه. مخصوصا اینکه یه هرمی زیر مثلث برمودا هست که مثل اهرام مصر میمونه و همونطور که میدونین اهرام مصر هم نمیدونن که چجوری ساخته شده، به خاطر اینکه تکنولوژیشون موقع نبوده. حالا فکر کنیم توی دنیا یه عالمه از این ساختارها هست، چیزای عجیب هست که نمیدونن با چه تکنولوژی درست شده، اما حدس میزنن که یکی اومده کمک کرده و میگن که همه اینا به هم ربط دارن. اهرام، آتلانتیس و عجایب دیگه دنیا. و میگن که همشون توش تکنولوژیایی هست که من و شما هنوز ازش با خبر نیستیم. پس فکر کنین اگه همه این تیکه های پازل رو به هم دیگه ربط بدیم به چی میرسیم؟ خیلی خب بچه‌ها، این بود از این قسمت از آنسافت. فکر کنم خیلی کوتاه شد. راستش بخواین اطلاعات جالبی راجع به آتلانتیس اونقدر وجود نداره، بیشتر چیزای علمیه. من تا جایی که تونستم چیزای عجیب غریبی که میدونم شما دوست دارین توی این قسمت آوردم، اما خب نتیجهش به نظرم جالب شد. فکر می‌کنم که اگه که داستان ماورا طبیعی این وسط باشه، آدم فضایی‌ها و اهرام و این تکنولوژی خیلی میتونن همه اینا به هم چسبیده بشن و جالب بشن که بعد توی قسمت‌های دیگه راجع به اون شاخه‌های مختلفی گفتم حرف بزنیم. زمین درونی، آدم فضایی‌ها و تاثیرشون توی تاریخ که ممکنه باشه، ممکنه نباشه، نمیدونم. به نظر شما چیه؟ به نظرتون آتلانتیس اصلا وجود نداره یا اگه وجود داره کدوم تئوری براتون جالب‌تره؟ حتما برام کامنت بذارین. و زنگوله رو یادتون نره که یه موقعی مثل امروز اگه که یه روز دیگه به جز چهارشنبه میذارم آن سافتو از دست ندین. دوستتون دارم. تا قسمت دیگه میبینمتون. خدافظ.